سربداران سمرقند. وقتی که سال 1365 الیاس خواجه خان مغول خواست به سمت سمرقند حرکت کند، هنرمندان، زمینداران، طالب علمان و دیگران بر ضد او برای مدافع شهر خود برخاستند. سروری آنها ملا بچه‌ای با نام مولانزاده بود. مولانزاده و یا مولانازاده بر مردم می گفت مغولان استیلاگر به ما نزدیک می شوند. از وطن خود ما باید دفاع کنیم. سروران نیستند، ما سروریم. مولانزاده با زوری سرور نشده بود. او را انتخاب کرده بودند. شخصی توانا و جسور بود. ابوبکر کلوی، مولانا خردکی بخارایی از جمله یاردمچیان او بودند. آنها 3 شبانه روز خواب نکرده شهر را 2 روز جابجا کردند برای مدافعه. مغولان شهر را خالی پنداشته زده در آمدند. از 3 طرف به آنها حمله شد. حمله آنها را زده قفا گرداندند. مغولان دومین مراتب باز حمله کردند. باز شکست خورده عقب نشینی کرده دیه های گرد و اطراف را غارت کرده با همین قناعت کردند. خبری به دست سربداران گذشتن شهر سمرقند به گوش امیر حسین و تیمورلنگ می افتد. آنها توفه ها گرفته به نزدیکی شهر می آیند. راهبران شورش به نزد آنها می آیند. بجز مولانازاده دیگران را به قتل می رسانند. با همین این شورش یا خود شورش کمبغلان سمرقند سرکوب می گردد. حتی سربداران باقی مانده در زمان حکمرانی تیمورلنگ 9 مراتبه شورش برداشته بودند. سربداران نظام عادی داشتند. لباس های عادی می پوشیدند. غنیمت ها را برابر تقسیم می کردند. صف لشکر از کمبغلان تشکیل شده بود، از آزادی خواهان.